نصیحت مادر و فرزند. آیا می توان این قصه را بی گریه بشنوی؟ بگفت: پسر عزیزم، اگر زمان رسید که مرا پیرزن دیدی، از تو خواهش دارم بر من صبر و تحمل داشته باش. مرا درک نما. اگر در وقت طعام خوری من خوراک را به لباسهایم ریزانم، یا این که من به تنهایی لباسم را عوض کرده نتوانم، در همان حالت به یاد آر وقتی که من به تو خوردن و لباس پوشیدن را تعلیم می دادم. اگر یک کلمه را 1000 مرتبه به تو گشته و برگشته گویم، از من عصبانی مشو و سخن مرا قطع مکن. بر من گوش بده و مرا تحمل کن. ساعتهای سپری کردم را بهر آموزانیدنت به یاد آر. فرزند عزیزم، وقتی که تو کودک بودی دائما تکرار به تکرار می پرسیدی و من با قلب گشاد به تو جواب می دادم. وقتی که می خواستم حمام بگیری 1000 بهانه می جستی. وقتی که می بینی که من تکنولوژی معاصر را استفاده کرده نتانم، مرا مسخره مکن و بر حال من مخند. به یاد آر که من چگونه چیزهای زیاده به تو آموختم. چگونه لباس پوشیدن، طعام خوردن، حمام کردن و چگونه خواندن را. و وقتی که تو ناامید می شدی، من همیشه تو رو دستگیری می کردم تا اینکه باز کوشش نمایی. و اگر نمی تونستی، با تو می گفتم ناامید مشو، تو می توانی. و اگر به یاد نآورم، از من عصبانی مشو، حتی اگر گپی من مهم هم نباشد. وقتی که خاطرم ضعیف شد و سخنانم را گم کردم، به من وقت کافی ده تا من به یاد آورم. پسرم، اگر با سبب پیریم یا بیماریم راه گشته نتوانم، از دستم بگیر. همچنانی که من با محبت از دستت می گرفتم زمانی که اولین قدم هایت را می گذاشته. روز آید که من به تو گویم که مشتاق دیدار خداوند هستم. غمگین مشو، گریه مکن، حرکت کن تا درک کنی که عمر من الکی به آخر رسیده ایستاده است. و روزی از روزها درک میکنی که با وجود تمام خطاهایی که کردم، من همیشه برایت بهترین چیز را میخواستم و همیشه کمکت میکردم تا همه راههای زندگی را برایت نشان دهم. پس تو بر من نیز کمک نما تا راه روم. کمکم کن تا مدت در صبر و محبت زندگی کنم. کمکم کن پسر جانم تا برای آخرت با ایمان و آسودگی برسم. امیدوارم که روز مرگم فرا رسید هیچ غم و اندوه را احساس نکنی و حرکت کن در برم باشی. حرکت کن به من کمک کنی آن گونه که در برت بودم و کمکت کردم. وقتی که زندگی رو شروع کردی، مرا به آغوش گیر آنچنانی که تو رو به آغوش می گرفتم و دعا کن خدایا مادرم را رحمت و مغفرت کن، چگونه ای که با مهر و محبت در خردسالی مرا پرورید.